این خوشه‌های زیبای کینواست. محصولی شبه غله با ارزش غذایی بالا که سازگاری خوبی با شرایط اقلیمی کشورمان دارد. حاصل همه اقدامات تحقیقاتی چند ساله بر روی این محصول در مرکز ملی شوری کشور در یزد شده معرفی 3 محصول کاملا بومی که از تولید، بازدهی و سازگاری بالایی برخوردار است. ما اومدیم با توجه به نیاز بازار ارقام مختلف با رنگ‌های مختلف هم تو برنامه دستور کارمون قرار دادیم. این مزرعه که می‌بینیم مزرعه دونه قرمز هست، یه مزرعه دیگه داریم که مزرعه دونه سیاه هستش و لاین متحمل به تنش شوری که تو مزرعه حسین آبادمون که آب شور هست کش شده که اینها برنامه تکثیر بذرشون الان دیگه سال آخر هست و به سال آینده ان شاءالله دست کشاورزا خواهد رسید. این محصول مرداد ماه در برخی مناطق استان یزد و چند استان کشور کاشت شده و حالا خوشه‌های زیبای آن به بار نشستند و آماده برداشتند. مشارکت بخش خصوصی نیز در تولید محصولات جانبی از کینوا نوید بخش توسعه استفاده فراگیر از این محصول است. تو این 1 سال اخیر این فعالیت شامل این بوده که آماده سازی خود دانه کینوا بعد از برداشت برای مصرف هست، تولید آردش، مسائلی که مرتبط بوده برای مجوزهای مرتبط توی وزارت سمت و سایر جاها خوشبختانه توسط بخش خصوصی پیگیری میشه. کینوا سرشار از آهن، اسید فولیک، کلسیم و اسیدهای آمینه است. این شبه غله به خاویار گیاهی نیز شهرت دارد. عملکرد برداشت این محصول در حال حاضر حدود 3 تن در هر هکتار است. محصولی استراتژیک و با صرفه اقتصادی بالا که میتواند جایگزین بسیاری از محصولات دیگر هم باشد. غلامرضا استاد، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.